برادری محترمی پرسیدن، گفتن در روسیه زندگی میکنیم، آیا میتوانیم ما دو فامیل در یک خانه که دارای دو اتاق است، یک اتاق من همراه فامیلم و اتاق دیگری برادر دیگری همراه فامیلش زندگی کنیم؟ برادری محترم، اگر فامیل از خودت بوده باشه، محرم شرعی با هم بوده باشید، مشکل ندارد زندگی کنید و مجبوریت است. حتی اگر انسان محرمش هم بوده باشد در یک خانه که دارای دو اتاق است، زندگی بسیار تنگ می داشته باشه. اگر جای مستقلی داشته باشن بهتر است. و اما به خاطر حفاظت یا اینکه همدیوالی چیزی اگر یک جا میگیرن، اگر محرم شرعی بوده باشن مشکل نداره. در غیر از او جای یک جا نباید بگیرن. برادری پرسیدن آیا در ماه رجب روزه گرفتن جایز است یا خیر؟ برادری محترم، در هر ماهی اگر انسان روزه میگیرد، به خصوص روزه های دوشنبه، روزه های پنجشنبه و یا هم تاریخی گفتیم 13 و 14 و 15 و یا عادت داره یک روز روزه میگیره روز دیگر افطار میکنه، پس چنین روزه در هر ماه است، در هر ماهی میتواند روزه بگیرد. اما ماه رجب را تخصیص به روزه نمیدهد و در فضل روزه ماه رجب کدام حدیثی صحیح نیامده. احادیث بعضی ها موجود است، احادیثی درست نیست. و اما تخصیصی 27 شب رجب را به نماز یا به عبادات دیگری، و این خودش بدعت است. در ماه مبارک رمضان، در ماه رجب کدام احادیث خاصی در فضل روزش نیامده، اگرچند ماه رجب از جمله ماههای حرام است، ماههای حرام تعداد چون 4 است، از جمله ماه رجب است، لکن کدام فضل خاصی برای روزه گرفتن عبادت دیگری در این ماه وارد نشده. مانند دیگر ماها در این ماه هم روزه‌ای که در ماهای دیگری میگیره، مانند از او روزه میگیره، اشکالی نداره. برادری پرسیدن نزد قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد استاد شدن جایز است یا خیر؟ برادری محترم، آنچه که از صحابه کرام نقل شده، عبدالله بن عمر رضی الله عنه سلام عرض میکردن فقط: السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابوبکر خلیفه رسول الله، السلام علیک یا عمر یا ابتی، و میرفتن. زیاد استاد شدن کدام اساسی نداره. و همچنان انسان وقتی که اینجا برای عرض سلام میآید، به اعتقاد نبوده باشه که اینجا دعا کدام فضیلت خاصی داره و این یکی از مقاماتی است که بعد اینجا دعا شود، به اعتقاد نیاید. فقط به رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام عرض کرده می رود، دیگه برای خود در اینجا دعا نمیکنه. برادری پرسیدن صدق الله العظیم گفتن بعد از تلاوت آیا جایز است؟ حقیقتی داره؟ برادری محترم، صدق الله العظیم کلمه زیبا است و معنای زیبا دارد. معناش است که الله بزرگ راست گفته و از الله راستگوتر کی است. البته بعد از تلاوت گفتنی این کلمه اساس نداره و از رسول الله صلی الله علیه و سلم، الصحابه و تابعین کدام اساس ثبوتی نداره. لذا عده علما گفتنی از زیرا بعد از تلاوت بدعت میدانند و نباید انسان بعد از تلاوت این کلمه را از نزد خود اضافه کند. شخصی پرسیدن کسی عقل را دشنام میدهد چه حکم دارد؟ دشنام دادن ولو که هر عضو انسان بوده باشه، اگر به نیت تمسخر بوده باشه و مسخره به خلق الله تعالی یا از لحاظ انکار خلقت الله تعالی یا تمسخر به خلقت الله تعالی بوده باشه، از لحاظ به درجه کفر میرسد و انسان کافر می شود. اما اگر در خصومت های شخصی کسی عقل کسی را یا دست کسی را، چشم کسی را نام گرفته فحش می گوید، از جمله فسق و فجور است و گناه است و نباید انسان
فحشگو بوده باشه، دشنام بدهد، به خصلت یک مسلمان نیست، گناه دارد و از چنین گناهی باز بیاید، توبه کند. شخصی پرسیدن که در موتری میلیبوس چطور طهارت کنم و نماز خود را بخوانم؟ برادر محترم، اولا موتر محل نمازهای فرضی نیست، موتر و طیاره و غیره، الا اینکه وقتی اضطرار خاصی برای انسان پیش شود. در موتر میتونی نماز نفلی را ادا کنی و همچنان وتر را، در صورتی که طهارت داشته باشی. اما نمازهای فرضی را موتر را استاد کنید و وضو بگیرید، نماز بخوانید. اگر آب میسر نبود، تیمم به خاک کنید، نماز بخوانید. اما اگر موتر استاد نمی شود، تو حالتهای گاهی رخ میده در جاهای انسان اگر بوده باشه که مردمی به نماز اعتقاد نداشتن، در تو صورت انسان نیتی جمع کند، جمع بین دو نماز، مثلا نماز ظهر با نماز عصر نیت کنه، نماز شام با نماز خفتن نیت کنه و در همون محلی که اراده داره در اونجا رسید، ظهر با عصر یک جا بخونه، یا جمع تقدیم ظهر در وقت عصر هر در یک جا بخونه، یا جمع تأخیر که ظهر با عصر در وقت عصر بخونه، و همچنان مغرب یعنی شام امرای خفتن و نمازی بامداد در وقت خود. اگر این چیز هم میسر نشد، باز وقت نماز اگر فرا رسید، جای وضو نبود و موتر هم استاد نمی کرد و وقت نماز هم از پیشش فوت می شد، در این صورت با مو چیزی که برش میسر است با ما اندازه از الله می ترسه و نماز خود می خوانه. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طاقتش همیست که دیگر آب برش برابر نیست و خاک هم برش برابر نیست و نماز خدا میخوانه و اعاده هم نمیکنه. برادری پرسیدن آیا به دیدن عکس‌های برهنه طهارت میشکرد یا خیر؟ برادری محترم، مسلمان نهایت پاک است، عفیف می باشه. اسلام به عفت تشویق می دهد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. الله تعالی بری پیامبر خطاب میکنه، بگو به مؤمنین که چشمهای خود را زیر بیندازن و فرجهای خود حفاظت کنن. دیدن به طرفی چنین عکسهای لچ و برهنه دل انسان را فاسد می سازد، فکر انسان را مشوش و تغییر می دهد و دیدن به طرفی عکسها گناه دارد و به طرفی گناهی بدتری دیگری دعوت می دهد. انسان از دیدن چنین عکسها خودداری کند، اگرچند دیدن از اینها طهارت نمیشکنه، لکن مسلمان باید راهی که به طرف فساد است، به طرف فحشا است، او را به خود بند کنه و از او راه خودداری کنه تا اینکه به گناه بدتر دیگری واقع نشود. برادری پرسیدن حدیثی که درباره خوردن خرهای وحشی آمده و این حدیث در بخاری یا مسلم شماره چند است؟ برادر محترم، حدیثی که درباره خوردن گوشتهای خری وحشی آمده در صحیح بخاری شماره حدیث 5492 و در صحیح مسلم 1196 و حدیث چنین میگه که عن ابي قتادة رضي الله عنه انه صاد حمارا وحشيا وأتى بقطعة منه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه وقال لأصحابه هو حلال فكلوه. حدیث در صحیح بخاری صحیح مسلم هر دو شماره را که ذکر کردم با شماره پیدا میکنید انشاءالله. برادری پرسیدن با دو همسر در یک جا خوابیدن جایز است یا خیر؟
برادری محترم، اگر مجرد خواب کردن بدون نزدیکیت به یکی از اینها بوده باشه مشکلی نداره، بهتر نیست، لیکن بهتر است که هر کدام خانه مستقل، جای مستقل و خوابگاه مستقل داشته باشه. اگر فقط مجرد خواب باشه و ضرورت مشکلی نداره، اما نزدیکیت به یکی از اینها در یک بستر کاری ناپسند است و یکی از اسبابی کینه و اختلاف میانی زنها و شوهر می باشد. انسان از این کار خودداری کند بهتر است. برادری پرسیدن دو تا شخص با هم در علم برابرند، پس کدام یکی از اینها نماز جماعت را بدهد؟ برادر محترم، هر یکی از اینها که قرائت خوب داشته باشه و بیشتر قرآن را یاد داشته باشه، همون شخص نمازی جماعت را میدهد. اگر در قرائت هم مساوی بوده باشند، هر کدامشان که بزرگتر بود همون نمازی جماعت را میدهد.